در زمان صاحب استقلالی مملکت در کشور به احیا و رشد هنرهای ملی، عنعنه‌های مردمی و عرف و عادت‌های اجدادان توجهی ضروری روانه گردیده، در این سمت برنامه‌های دولتی قبول و مورد تطبیق قرار داده می‌شود. این است که با دستگیری و تشبوس رهبریت عالی مملکت آزمون‌های مختلف برگزار گردیده، در محل‌ها بهترین‌ها معین و قدردانی می‌گردند. در این روند در شهر خوجند دور ولایتی آزمون کدبانوی بهترین تشکیل و برگزار کرده شد. آزمون مذکور در اساس امر پرزیدنت تاجیکستان با مقصد ترغیب، احیا و حفظ و نگهداشت بهترین سنت‌های ملی نیاگان در سمت تیار نمودن طعام‌های ملی، خورش‌های بالذت، بلند برداشتن ذوق کدبانوگی و هنر دسترخوان آرایی، آماده‌سازی دختران به حیات مستقلانه گذرانیده شد. السلام ای نور دیدگان ما، تاج سر و فیض گلستان ما، سلامی ما به استادان عزیز، خوش آمده شمس زندگان ما. بینی چی خیلی زیبایم، با آداب و خوشرویم، رجب و مهرافروز نامون نسب دارم. گرچند 7 ساله هستم، حالا باغچه روانم، بعد از باغچه به مکتب انا تب تیارم. نزد اشتراکداران معاون رئیس ولایت زینوره عظیمی برآمد نموده تاکید داشت که هدف از برگزاری آزمون ولایتی کدبانوی بهترین تربیتی حسی زیبایی پرستی، خویشتن‌شناسی، هنرمندی و وطن دوستی، معرفی طعام‌های ملی، هنری والای کدبانوگی و بدین وسیله ترغیب و تشویق مراسم‌های عنعنوی در دایره رسم و آیین‌های ملی و احیای طعام‌های ملی، دریافت نمودن زنان صاحب ذوق، احیا و رشد عنعنه‌های ملی، بلند برداشتن معرفت خانه‌داری، ذوق دسترخوان آرایی، زیاد نمودن جای‌های کاری، بزرگداشت نزاکت و آبادی خانه و درگاه به حساب می‌رود. دوره یکمی آزمون در جماعت‌های شهرک و دهات و شهر و ناحیه‌ها برگزار گشته، بهترین‌ها به دوره ولایتی را خط گرفتند. خوشبختانه با شرافت استقلالیت دولتی، دستگیری و تشبوس‌های پیشوای معظم ملت، پی سالهای آخر عنعنه‌های ملی، سنت‌های نیاگان ما، فرهنگ ملی ما دوباره احیا گردیده ایستاده است. کدبانوهای مسچاق با پختن نان‌های گوناگون خود خیلی مشهور هستند و طعام‌های قدیمه و امروز ما کدبانوهای مسچاق در اینجا زیاده از 20 نمود نان‌ها را پیشنهاد نمودند. طعام‌های ملی از قبیل خروتاب، حولای سفیدک، حولای قیماقی، روغن زرد، خرد و دیگر نمود مهارت کدبانوگی خود را اینجا پیشنهاد کرده. در آزمون ولایتی کدبانوی بهترین غالبان دور یکم از 18 شهر و نواحی ولایت شرکت ورزیده، هنری دسترخوان آرایی و مهارت کدبانوگی خود را در تیار نمودن خوراک‌های ملی و محلی به تماشا گذاشتند. هیئت حکمان با دسترنج هر یک اشتراکچی شناس گردیده غالبان را معین نمود. آزمون مذکور از روی شرط‌های آرایش دسترخوان، احیای طعام‌های ملی از بین رفته، آماده‌سازی قروتاب، تیار نمودن روبیچ، آماده کردن خورش و کلچه‌قندهای ملی برگزار گردیده، بهترین‌ها با دیپلم و تحفه‌های خاطره‌ای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغد قدردانی کرده شدند.